سلام به همراهان عزیز الیوت پرو. امروز میخوایم یه تحلیل کامل روی ارز تائو داشته باشیم. ابتدا وضعیت نمودار روزانه رو بررسی میکنیم، بعد برای جزئیات بیشتر میریم سراغ تایم فریم 4 ساعته تا ببینیم موقعیت کوتاه مدت چطور شکل گرفته. بخش اول، نمای روزانه. در نمای روزانه تائو چند ماه داخل یه مثلث همگرا حرکت کرده. موجهای A, B, C, D, E تکمیل شدن و قیمت به نظر میرسه موج E رو در کف حدود $300 تموم کرده باشه. این الگو معمولاً در نقش سکوی پرتاب برای موج بعدی عمل میکنه. بعد از این الگو، اولین حرکت صعودی موج 1 در محدوده $475 شکل گرفت. اصلاح بعدی یا همون موج 2 بازار رو تا نزدیکی $300 پایین آورد. الان در شرایطی هستیم که میتونه شروع موج 3 باشه. بخش دوم، اهداف قیمتی با فیبوناچی اکستنشن، اهداف موج سوم رو بررسی کنیم. هدف اول، محدوده 520 تا $580. فیبو 1.27 و فیبو 1.618. هدف دوم، محدوده $930 که همزمان با فیبوی 61.8% موج بزرگتر هم هست. در سناریوی بلند مدت، اگر چرخه کامل ادامه پیدا کنه، تارگت حتی میتونه به $2000 به بالا هم برسه. بخش سوم، ریسک ها و حمایت ها. اما همیشه باید سناریوی جایگزین هم در نظر داشت. اگر قیمت زیر $300 تثبیت بشه، یعنی موج 2 هنوز کامل نشده. در اون حالت، حمایت مهم بعدی محدوده $213 خواهد بود. بنابراین تا زمانی که بالای $300 هستیم، سناریوی اصلی صعودی محسوب میشه. بخش چهارم، تایم فریم 4 ساعته. بیایید کمی جزئی‌تر نگاه کنیم. تو تایم فریم 4 ساعته میبینیم که بازار یک الگوی کنج صعودی رو تشکیل داده. شکست این کنج به بالا میتونه شروع حرکت موج 3 رو تایید کنه. واگرایی ها در RSI و حجم معاملات هم نشون میده انرژی برای یه حرکت پرقدرت در حال جمع شدنه. بخش پنجم، جمع‌بندی. تائو یک اصلاح طولانی رو پشت سر گذاشته و الان آماده شروع موج 3 صعودی هست. اهداف کوتاه مدت 520 تا $580. اهداف میان مدت $930. اهداف بلند مدت بالای $2000. اما شکست $300 سناریوی صعودی رو باطل میکنه و احتمال ریزش تا $213 وجود داره. پایان. امیدوارم این تحلیل براتون مفید بوده باشه. اگه دوست داشتید لایک کنید، نظرتون رو کامنت بذارید و برای حمایت از ما کانال الیوت پرو رو